سلام، وقتتون بخیر باشه. صبر کنید بقیه دانشجو هم بیان. با سلام خدمت دانشجوهای عزیز. امروز اومدیم درباره دانشگاه چونچینگ با یکی از دانشجویان دانشگاه چونچینگ مدیکال صحبتی داشته باشیم. منتظر باشیم تا آرمین جان وارد بشن. خب من یه توضیح کوتاه درباره دانشگاه چونچینگ به شما بدم تا دانشجو وارد بشن. خدمتتون عرض کنم دانشگاه چونچینگ مدیکال اسم درستش هستش، در شهر چونچینگ کشور چین هستش، یکی از شهرهای زیبا. و خدمتتون عرض کنم توی چند سالی هم که تایید شده دانشجویای زیادی رو به سمت خودش جذب کرده. اجازه بدید. سلام جناب خوب هستین آقا آرمین؟ خوب هستیم قربونت شما. سلامت ممنون. باشید، خواهش تشکر. میکنم. سلامت باشید، خواهش میکنم. ما قربونت شما. امروز شما رو دعوت کردیم در خصوص دانشگاه چونچینگ مدیکال و بله. شهر چونچینگ چند تا سوال از شما بپرسیم که دانشجویانی که تمایل دارن در این مسیر تحصیل بکنن آگاهتر بشن. بهترین مشاوره رو کسی که در داخل این دانشگاه داره پزشکی و تو همون رشته‌ای که دانشجو تمایل داره تحصیل میکنه میتونه، مثل شما. ما امروز از شما دعوت کردیم، چند تا سوال داشتیم، سوالایی که دانشجویان از ما دارن و اینجا ما میخوام از شما بپرسیم. خب آرمین جان، یه توضیح درباره خودتون، یه معرفی از خودتون به ما بگید. من آرمین حجت هستم، ورودی 2023 پزشکی MBBS دانشگاه چونچین مدیکال که شما زحمت پذیرشم کشیدین امسال. در مورد شهر چونچینگ خیلی منم اگه یادتون باشه بسیار دیر موقع اقدام کردم برای پذیرش و حالا از شانس خوب من تونستم وارد دانشگاه خوب بشم. ممنون از لطف شما. خواهش میکنم. خدمتتون هست کنم طبیعتا رزومه خوب شما هم بوده که باعث شده دانشگاه شما رو بپذیره. خب در ابتدا به ما بگید که چرا پزشکی، چرا این رشته رو انتخاب کردید؟ اول کسایی که میخوان بیان حالا تحصیل کنن یه واقعا دوراهی بسیار سختی بین دندون و پزشکی همشون دارن. چند روز نشستم با خودم فکر کردم، اول تصمیم شد که برم دندون بخونم، ولی هر چی با خودم کلنجار رفتم دیدم نه، مثلا اون اهدافی که دارم داخل زندگیم با حالا اون جایگاه مثلا همخونی نداره. یه سری اهداف دیگه حالا از کودکی داری برای خودت، ولی موقعی که میخوای تصمیم بگیری به رشته انتخاب کنی، آینده تو بسنجی یا
حالا مثلا کاری که میخوای در آینده انجام بدی حالا بستگی داره که به اون رشته که میخوای انتخاب کنی. منم خیلی برام مهم بود که داخل اهدافم زندگی کنم، رویاهامو میتونم زندگی کنم. انشالله که موفق باشی، انشالله قربان در روپوش تخصص، فارغ التحصیل بزرگوار، تخصص مشغول به کار بزرگواری. بشی. خب سوالی که خیلی از دانشجوها دارن آرمین جان، در خصوص شهری که در داخلش هستید، شهر چونچین، یه توضیح از امنیتش به ما بده. شهر توریستی، صنعتی، آب و هواش و زیبایی‌های شهر، یه توضیح اجمالی و کوتاه به ما بده. چونچین که واقعا اصلا حرفی برای گفتن نداره، انقدر که بی‌نظیره. چونچین همه جای دنیا، چین، هر جا اسمشو بیارین مثلا شهر چند بعدی بشین، یعنی پر از جاذبه‌های زیبایی و شهر بسیار بزرگ و پهناوریه. آب و هواش هم خیلی بسیار خوبه، زمستوناش معتدل، کمی سرد، تابستوناش البته کمی گرمه. ولی خب مثلا همین امسال که من حالا استوری بعضی از بچه‌ها داخل دانشگاه دیگه مثل کپیتال، پکن یا جای دیگر می‌دیدم مثلا برف بود چی بود، ولی اینجا نه، برفی همچین چیزی نداشت. مثلا دمای آخرین برف هوا اینجا سردترین دما تو زمستون چند بود؟ مثلا به 1-2 درجه. خیلی خوبه هواش، آره خوب، آب و هوای خیلی خوبی داره. نسبت به بقیه جا مثل جیلین و حالا جای دیگه خیلی بهتر. بله، شهرهایی داریم حتی به منفی میرسه، به آره منفی درست 15-20 درجه. شهر خیلی خوبی درست. داری، خوش آب و هواست. گفتید شهر توریستیه، درسته؟ آره درست. بسیار، چون چین اصلا واقعا شهری که برای جووناست. مثلا شهر مرده ای نیست اینطور که مثلا حالا مرده باشه، مردمش هم همه سرزندن، جاهای مختلف هم داره، جاذبه‌های دیدنی هم داره، همه از همه قشر و نوع داره دیگه. انشالله موفق بود. پس صن... دانشجویان. صنعت، آره برای دانشجو اتفاقا خیلی خوبه، برای این سین بله. دانشجویی خیلی شهر زندگیه. خب پس دانشجو کنار صنعتی هم... تحصیل لذت هم میبرن از آره امکانات. بسیار بسیار خیلی هم. بسیار خوبه. بله. خب شما پزشکی چونچینگ میخونید، به ما بگید که شهریه چقدر میدید؟ شهریه 30,000 یوان سالانه برای هزینه 2 ترم. خوابگاهتون به چه شکله؟ خوابگاه 2 صورت اینجا، دبل داریم و سینگل. خوابگاه دبل 4,800 یوان سالانه، سینگل هم بسیار 9,600 یوان. خب. خیلی خوب. اتاق‌ها چطور هستش؟ از خوابگاه برامون بگید. سیستم گرمایشی سرمایشیش چطوره و آب و اتاق برق و وای فایتون چطوره؟ وای فای و آب و برق که خوبه. با گرمای سرمایش هم همه با اسکلت انجام میشه. فقط حالا تنها فرقی که دیدم با بقیه خوابگاهی که بچه‌ها دارن اینکه ما اجازه غذا درست کردن نداریم، یعنی مثلا حالا آشپزخونه هم نداره. با مثلا حالا بقیه دانشگاه دیدن که داره همچین چیزی، ولی مثلا دانشگاه ما این آپشن نداره. خب و فقط اونجا پخت و پز نداره. خب از غذاها آره بگید فقط شما. پخت. خب غذاتون. غذاهاش اینجا حالا چونچین واقعا یعنی خوشحالم داخل چین. حالا بعضی وقت میگن غذا بد فلانه، این شهر غذاش جوری که به ذائقه ایرانی‌ها سازگارتر و بهتر. خب یعنی شما غذاهای چینی بیشتر میخورید تا غذاهای فست فود و غذای مثل مکدونالد و KFC، درسته؟ آره خب دقیقاً اصلا سلف دانشگاه یه سلف بسیار بزرگی داره دانشگاه، همه انواع اقسام غذاها هست با قیمت بسیار مناسب. مثلا اوریج میانگین مثلا 14-15 یوان یه مثلا غذای بسیار خوب میشه، یک غذای کامل. کامل، بسیار. بسیار کامل. 14 یوان به پول امروز تقریبا اگر یوان 8500 9000 تومان در نظر بگیریم، چیزی حدود 130,000 تومان 140,000 تومان میشه، درسته؟ دقیقاً یه وعده بله، کامل مثل میگیریم. ایران. بله. بله. خب یک سوال دیگه که دانشجوها پرسیدن، آیا به غیر از پزشکی برای ایرانی‌ها چونچین مدیکال رشته دیگه هم ارائه میده، مثل دندون برای یا کل دارو؟ بچه اینترنشنال فقط فقط پزشکیه. بچه پزشکی. چینی آره رشته‌های دیگه هست، مثلا دوستای چینیمون داروسازی، پرستاری هست، ولی خب بچه های اینترنشنال فقط پزشکیه، MBBS. پزشکی. از چه ملیت‌های داخل دانشگاه دارید؟ ملیت های دانشگاه هندی داریم، پاکستانی داریم،
اندونزیایی داریم، کره‌ای داریم، بسیار عالی. دیگه خیلی کشورهای مختلف، خب نیجریایی داریم. پس آره این خیلی. قدرت دانشگاه سطح علمی بالای دانشگاه نشون میده. خب سوالی که خود دانشجوها هم دارن از سطح علمی، خب این دانشگاه اولا که تایید شده، مورد بعدی این که رنکینگ خوبی توی تایمز داره، رنکینگش بین 750 تا 800 جهانه، رنکینگ تایمش خیلی خوب، به خاطر همین خیلی از کشورها جذب میشن، با اینکه خودشون درست. مثلا دانشگاه‌های خوبی دارن اون کشور، ولی خب چونچین رو انتخاب میکنن تو سطح کشور چین. قیمت خیلی مناسبی هم داره، در کنار تحصیل میشه از امکانات رفاهی و به اصطلاح زیبایی‌های شهر هم استفاده کرد. خب درسته. شما به ما بگید اونجا هزینه زندگی تو اون شهر چقدره؟ شما مثلا چقدر ماهانه برآورد میکنی یک دانشجو نیاز داره؟ درست. هزینه زندگی هم خدا رو شکر خوبه به نسبت بقیه شهرها. هزینه متوسطی داره، از مثلا 1500 یوان تا 2000 یوان هزینه زندگی دانشجو میتونه باشه. پس یه دانشجو بخواد خوب و کامل زندگی کنه. پس 1500 الی 2000 یوان به غیر از هزینه خوابگاهی که سر سال میپردازی، بله بله ماهانه بغیر از شما این. بله هزینه. خب هزینه خیلی خوبیه، چون بعضی از شهرها هستن به مثلا گوانجو، دوستان من در گوانجو میگم با 7000 یوان 52000 یوان پایین ترین سطح زندگی رو دارن. برای درست. قیمت خیلی خوبه. بله من از خیلی چونچین خوب. دیدن کردم، شهر خیلی خوبیه، به نسبت کیفیتی که داره ارزانه و به اصطلاح میشه گفت شهر دانشجوییه. خب درسته. شما چه زمان اقدام کردید جناب حجت؟ آره همونطور گفتم من خیلی دیر اقدام کردم، حدوداً مهر ماه بود مدارکم براتون فرستادم. دیگه کارم هم داخل یک ماه حدوداً انجام شد، همه 20 روزه هم JW اومد خدا رو شکر. دیگه یه ماه دیگه اومدیم. خب به سلامتی، به سلامتی. بله دیگه شما چون دانشگاهتون چند هفته دیر شروع کرد، از این بله. بازه دیگه استفاده شد برای شما، سریع آره برای سریع شما مصاحبه سریع گرفت. دادیم و آمدیم خب به سلامتی، به سلامتی. به ما بگید چه درسایی ترم اول بهتون آموزش دادن؟ چه درسایی آموزش دادن ترم اول بهتون؟ ترم اول خب بیشتر این دانشگاه، حالا نمیدونم بعد دانشگاه میکنن یا نه، ولی سال اول بیشتر تمرکزش گذاشته روی چینی، چون که بچهای ما باید حالا HSK 4 پاس کنن، حالا تا همه وقت دارن تا اتمام دانشگاه التحصیل. همینن تقریبا. آره ما هم ایرانی هم که باید HSK 2 پاس کنیم، حالا بیشتر سال یک گذاشتن روی چینی. ولی خب ترم اول ما یه فرقی که با دانشجوهای دیگه داریم بقیه حالا دانشگاه ها، یه کتابی ما اضافه تر داریم داخل چینی، کتاب پرکتیکال چاینیز. حالا من پرسیدم از بقیه دانشگاه نداشتن، خب ما یه کتاب پرکتیکال چاینیز هم اضافه تر داریم به نسبت بقیه که خوبه. اگه مثلا کسی بخواد از نظر تحصیلی بخواد حساب کنی که مثلا به چینیش تقویت بشه، واقعا کتاب مفیدیه. و استادمون استادش هم واقعا خوب، یعنی استادمون که همین پرکتیکال چاینیز درس میده دانش آموز تألیف کننده این کتاب بزرگ بوده که مثلا الان کل دنیا این کتاب دارن تدریس بله، میکنن. پس دانشگاهتون دانشگاه خوبیه، اساتید سطح بالا بسیار میاره. بسیار بسیار. خب از سختی درس‌ها به ما بگید که دانشجوها میتونن پاس کنن، میمونن تو درس‌ها؟ آیا قانون سختگیرانه‌ای داره که دانشگاه شما رو اذیت بکنه؟ سختی درس ها که حالا بستگی به هر فرد داره و تلاشش و حالا بقیه موارد، ولی خب دانشگاه ما کمی سختگیر هست نسبت به بقیه جا، حالا چه روی درس ها، امتحان ها و چه روی اتندنس کلاسی، مثلا حالا حضور دیر و غیاب. نکردن سر کلاس. آره حضور غیاب و حالا سر موقع حاضر شیم روی جلسات و مشغول حالا درس ها اینا رو انجام بدیم، اینا خیلی روش هست. بله، خدمتتون عرض کنم این قانون تو اکثر شهرهای کشور چین هست. من دو نکته کامل بکنم کلام شما رو. نکته اول اینکه HSK 4 بالاخره دانشجوی پزشکی و دندان چون باید در کلینیک با بیمارا ارتباط بله بگیرن، بله. برای سال اینترنشیپشون، سال آخرشون باید به سطح لازم برسن که این سطح بله لازم حداقلش HSK 4. حالا چهار HSK هست. رو بله وزارت بهداشت از ایرانیان خواسته، از دانشجوها خواسته برای دانشگاه تایید. خدمتتون عرض کنم HSK 2 بگیریم، ولی HSK 2 بسیار ساده است، بسیار پیشرفته افتاده است و با 300 لغت آموزش 300 لغت میشه رو یاد گرفت.
حتی درست. وزارتخونه اجازه داده که بچه‌ها بیان داخل کشور چین آزمون رو که به صورت آنلاین هم داد این آزمون رو بله. بدن. پس جای نگرانی نیست و خب حالا مؤسسه ما هم کلاس‌های آموزشی داره که دانشجوها میتونن ازش استفاده بکنن. حتی دانشگاه ما هم برگزار خدمتتون کننده عرض همین کنم آزمون هست. اگه دانشجوها بیان اینجا حالا تا قبل ترم 2 میتونن همینجا آزمونشون رو بدن. همین دانشگاه ما برگزار میکنن. به عرض قوانین وزارتخونه هر ساله تغییر میکنه ولی فعلا بله قانون به این شکل هست. خب البته شما ما گفتید خوابگاه زندگی میکنید ولی طبیعتا از سال بالاییاتون میدونید کرایه منزل برای دانشجو چقدر هستش اگر مثلا یک خانواده نخواد در خوابگاه بمونه دانشجوشون. درست. حالا بستگی دانشجو داره، یا دانشجوها بخوان حالا تک اتاق بگیرن، دو اتاق بگیرن، ولی خب از استودیو تقریبا ماهانه 1000 تا 1100 الی 1300 اگه بخوان دو اتاقه بگیرن حدوداً مثلا 1500 ماهانه. ماهانه. بله. بخوان سه اتاق هم بگیرن مثلا تا 2000. اونقدر هم خب طبیعتا زیاد اگر نیست. 3 نفر باشن 3 تا دانشجو باشن که بخوان یک منزل بگیرن قیمتش شاید از خوابگاه هم واسهشون ارزونتر تموم بشه دقیقاً ولی دقیقاً. منزل کرایه بعدش میکنن. یه نکته دیگه هم اینجا هست. ما هزینه آبمون کمی بیشتر از هزینه خونه ها حساب میشه برای ما. نمیدونم برای چی، ولی خب کسایی که خونه بگیرن هزینه آبشون بسیار ارزون تره به درست. نسبت به خوابگاه. دقیقاً مثلا اصلا یر به یر در میاد خوابگاه و خونه. خوابگاه خون تقریبا بله. یکسان قیمتشون. بله. و خدمتتون عرض کنم حالا این نکته رو من اضافه بکنم منازل کشور چین برای کرایه اکثریت مبله هستند و دانشجو لازم نیست خرید بله. لوازم مثل یخچال، لوازم منزل و مبلمان بکنن، فقط با وسایل شخصی وارد میشن، کرایه 12 ماهه میکنن و کرایه ها هم به این شکل تو کشور چین پیش پرداخت 1 ماهه و میتونید 3 ماه 6 ماه یا سر سال کل کرایه رو یک جا بدید ولی پول پیش پرداخت 1 ماه باید حتما بدید. و یک سوال دیگه هم که دانشجوها خیلی میپرسن دانشگاهتون تو شهر یا خارج شهر چونچینگ؟ حالا چونچینگ اگه حالا عکس و فیلم ازش دیده باشیم بیشتر اون منطقه جیفان بی خیلی مد نظره. از اون منطقه اصلی شهر دوره. داخل شهر هست ولی خب از اون منطقه اصلی کمی دوره. چقدر با فرودگاه فاصله داره؟ فرودگاه هم زیاد فاصله آنچنانی نداره. حدودا مثلا 1 رو 20 دقیقه. 1 رو 20 دقیقه از دانشگاه تا فرودگاه فاصله داره. و بله. آیا راه ارتباطی مثل مترو هستش که بله. دانشجو برن داخل متروش شهر دیدن بسیار. بکنن و چقدر فاصله از دانشگاه در دانشگاه تا بله. داخل شهر بله. برای دیدن از شهر؟ از فاصله آنچنانی نه. 2 3 دقیقه‌ای به ایستگاه مترو میرسیم. بله با مترو هم همه جای شهر کامل میشه. کامل. درسته. و ارتباطات بسیار قویه اینجا. خب بسیار عالی. یه مثلا چند ماهی عقب‌تر بریم زمان اومدنتون به کشور چین و شهر چونچین هزینه پروازتون و مثلا چقدر بود و با چه پروازی اومدید؟ ما که با پرواز چاینا ساوترن اومدیم، ولی خب چون تو پیک پروازا نبود فکر کنم ارزون‌تر از بقیه. من حدوداً 20 تومن اینا شد هزینه خب پروازم. بسیار قیمت خیلی خوبی هم هستش 20 بله. تومن. البته از این ارزونتر هم هست ولی خب قیمت خیلی مناسبیه. آه. و خدمتتون عرض کنم پرواز چاینا ساوترن فرمودید و در خصوص سفارت چه مدارکی بردید؟ چه نکته هستش که به دانشجوها بگید برای سفارت به اصطلاح میخوام بیان چون نکنید پذیرش گرفته میشه وارد شهریه که انجام میشه یک مدتی بعد که خب ما بهشون اعلام میکنیم JW یا نامه دعوتنامه صادر میشه. نامه JW شون که صادر بشه وقت سفارت هماهنگی سفارت انجام میشه و به سفارت میرن. روزی که میخوام به سفارت برن چه مدارکی باید با خودشون برن؟ چه نکاتی رو باید رعایت بکنن؟ حالا قبل اینکه برن سفارت باید حتما اون فرمشون رو پر کنن، فرمشون رو آماده داشته باشن. اون فرمی که حالا میفرستیم براشون. کپی ویزاشون رو داشته ببخشید حالا پاسپورت رو داشته باشن، نامه ادمیشنشون رو JW داشته باشن، عکس پدرچه هاشون رو داشته باشن، $100 آبیشون حتما باشه، تمکن مالی به ازای هر سال $2500 حتما باشه که اگه 6 ساله باشن بودن
$15,000 باید تمکن مالی داشته باشن. حالا اگر پدر مادرم این تمکن مالی گرفته باشن که باید کپی شناسنامه پدر مادرم باشه. نه. خب این مدارک رو شما با خودتون بردید. نکنید بله. در خصوص تمکن مالی یک توضیح بدم. سفارت به ازای هر سال دانشجو معادل $2500 تمکن میخواد. یعنی اینکه فرضاً دانشجوی دندان پزشکی 5 ساله باید معادل $12,500 در حساب خودش یا پدر یا مادرش پول داشته باشه و پرینت حساب مانده حساب گرفته میشه به دلاری و به زبان انگلیسی برای سفارت نیازه. و خدمتتون عرض کنم برای مثلا پزشکی همونطور که شما فرمودید $15,000 هستش و سپس بعد شما پرواز داشتید اومدید دانشگاه، در فرودگاه به دنبالتون اومدیم و بعد از روزهای ابتدایی ما از شما دانشگاه از شما خواست برای انجام آزمایشات برید. نگاه کنید هر کشوری که میخواید وارد بشی اگر بخواید اقامت بگیرید یک طبق قوانین اون کشور یک سری آزمایشاتی باید انجام بشه که برای اینکه مثلا انتقال بیماری بین کشورهای مختلف به حداقل برسه. مثل آزمایش‌های خون و امثال اینها. من اینجا شما سوال دارم چه آزمایش‌هایی از شما گرفته شد توی شهر و به اصطلاح هزینه‌اش چقدر شد، چقدر طول کشید و به چه شکل بودش؟ درسته. حالا آزمایش گرفتن همونطور گفتین آزمایش خون و اسکن ریه و فشار خون و نوار قلب و این چیزا اینا از ما گرفتن. حالا فقط این نکته مهمی که اینجا داره همون برگه سلامتی که میدیم به دانشجو قبل اینکه بیاد. اگر اونو دانشجو آورده باشه و تاریخ داشته باشه، چون بعضی بچه آوردن و تاریخ نداشت این ازشون نگرفت، آورده باشه و تاریخ داشته باشه حدود 200 خورده یوان براش ارزون تره. حالا اگه نیاورده باشه اون برگه سلامت رو حالا کار رو انجام میدن مثلا حدود 200 خورده یوان گرون تره. فکر کنم کلا حدود 300 خورده 400 یوان شد هزینه آزمایشگاه اینا. 300 خورده ای درسته؟ بله. چون شما آوردید ناکنین شهرهای دیگه به این شکله خب نزدیک 593 یا 4 یوان هستش، نزدیک 600 یوان هستش که حالا شما اگر این برگه رو آورده باشید این مبلغ از شما کسب میشه. میگم ارزون تره اگه برگ سلامت رو حتما با خودتون بیارید و تاریخش هم بسیار مهمه. پس توصیه شما اینه که بچه‌ها برگه سلامت پزشکی که به تعیین دکتر رسیده با تاریخ روز با خودشون بیارن. و خب حالا ما در خصوص رشته تحصیلیتون پزشکی شما اطلاعی دارید که چند سال کلینیکالید، چند سال تئورید، بیمارستانتون در کجاست، داخل شهره، به چه شکلی توضیح به دانشجوی عزیزمون میدید؟ بچه‌های ما حالا نکته مخصوص ایرانیان که بزرگترین حالا سال بالایی ما بچه 20-21 ما هستن، این 2 سال از ما بزرگترن، هنوز اونا هم از ما جدا نشدن، ولی خب بچه‌ای که از سال 4 از ما جدا میشن و به دانشگاه دیگه که اولد کمپس بهش میگن، کمپس قدیمی دانشگاهی که اون نزدیک شهر، اون داخل شهر تقریبا، بچه‌ها میرن اونجا بعد از حالا اتمام 4 سال تحصیلشون اینجا وارد حالا دوره‌های کلینیکال و اینا میشن. حالا بچه‌های حالا سال بالایی ما حدوداً امسال ترم دیگه حالا سال دیگه باید برن. خب من یه توضیح تکمیلی بدم. نکنید دوره شما 6 ساله، قطع نمیشه بینشون، فقط اینکه بخش کلینیکالش از به اصطلاح دانشگاه اصلی دوره، برید به سمت بیمارستان ها و بیمارستان ها هم طبیعتا داخل شهر رو گذاشته میشن که بتونید شما بیمارای بیشتری رو ببینید و علمتون بروزتر بشه، علمتون بالاتر بشه. و به خاطر همین نکات بودش که کشور ایران اکثر دانشگاه کشور چین رو تایید کرده، چون علم بروز و تعداد بیماران زیادی به دانشجو ارائه میدن. و اگر شما خدمتتون عرض کنم مثلا بعد از این دانشگاه تمایل دارید به کشور دیگه مهاجرت کنید یا مثلا برگردید ایران تخصص بمونید، راهکارتون چیه؟ مثلا پلن راهبردیتون چیه؟ حالا هنوز تصمیم جدی نگرفتم برای این موضوع، ولی خب تا اینجا خیلی از چین واقعا خوشم اومده. چین یعنی برای موندن اگه بتونیم HSK رو کامل کنیم تا 5-6 بتونیم بگیریم بسیار خوبه برای موندن. یعنی مثلا ما الان دوست کره‌ایمون خیلی مثلا یعنی تلاش اینه که بمونه، مثلا خیلی از دوستامون از کشورهای دیگه خیلی دوست دارن بمونه HSK 5-6 رو بگیرن بمونن. حالا منم حالا نسبت پلن‌های خودم حالا اگه بشه آزمون کشورهای دیگه یا اینا رو بدم، بله. ولی خیلی
به چین هم بسیار علاقه‌مندم، یعنی واقعا مردم بسیار خوب، کشور بسیار خوب و هزینه دریافتی یک پزشکم برای حالا کاری که انجام میدن بسیار خوب واقعا. در داخل کشور چین بله. میدونی چقدر مثلا درآمد پزشک تو کشور چین؟ فکر کنم شنیدم پزشکی حالا کلینیکال، حالا که ما که فارغ التحصیل میشیم بودن مثلا 40,000 50,000 تومان 40,000 یوان به قیمت امروز چقدر میشه؟ مثلا ما دلار با یوان 9 تومن حساب بکنیم، 40,000 یوان تقریبا میشه چیزی 350 تا 100 تا 400 میلیون تومان تقریبا. دلار نوسان داره، یوان نوسان داره و درآمد بسیار بالاییه، درآمدی که شاید اصلا نبینیم توی کشور ایران. برای کشور چین شما نمیتونید اقامت دائم بگیرید برای کار، ولی دانشگاه و کشور اقامت تک سال میده. هر سال هم میتونید تمدید بکنید و شما قبلش باید گواهینامه کار کشور چین رو بگیرید، چون دانشجوی دانشگاه بودید خیلی کارتون جلوتر از یک شخصی که از ایران یا کشور دیگه تازه میخواد بیاد گواهینامه کار بده. طبیعتاً باید مدرک زبان HSK سطح بالا داشته باشید و آزمون باید بدید. آزموناش هم به زبان چینیه، چند مرحله‌ایه و امکان پذیره. بله، خیلی از دوستان بنده هستن که در شانگهای مشغول به کار هستن و این پروسه رو طی کردم. خدمتتون عرض کنم یک نکته به ما بگید که خب این در خیلی دانشگاه فرق میکنه. اگه درسی رو پاس نشید، خدای نکرده بیفتید به خاطر فشار درس‌ها یا حالا هر مشکل دیگه، دانشگاه به شما اجازه دوباره امتحان دادن میده؟ این اجازه رو چند بار میده و آیا یربک قانون سال مجدد دارید یا خیر؟ دانشگاه ما حالا اینطور که دیدیم بچه‌ها اگه درسی رو بیفتن یک آزمون میکاپ حالا میگیره ازشون، چند وقت بعد بودن 1 ماه فرصت میده، بعد از اون آزمون ازشون میگیره، حالا بعد مثلا سمستر بعدی میگیره، مثلا سمستر ترم 1 حالا آزمونتون افتادین، ترم 2 اولش حالا میگیره اون آزمون رو ازتون. اگه بازم اون درس افتادین، سال دیگه همون درس رو به شما میده که بردارین دوباره پاسش کنید. پس انقدر این رو به شما اجازه میده که شما پاس بشید این درس. ولی هیچ موقع نمیاد بگه سال رو دوباره از اول بردارید، درسته؟ نه. پس این نکته خیلی حائز اهمیته. چرا؟ چون تو بعضی از دانشگاه متاسفانه این به این شکله و دانشجو با قبلش بدونن. حالا ما از دانشجوهای دیگه هم سعی میکنیم لایو داشته باشیم باهاشون که دانشگاه با دانشگاه بررسی بشه، چون دانشگاه چونگچینگ این مشکل رو نداره، خدا رو هزار مرتبه شده. خب تقریبا لایومون تموم شده. به عنوان سوال آخر، خب خودتون رو جای دانشجویی که داره میاد بذارید. بدی دانشگاه، بدی شهر، نکته بدی هستش که حائز اهمیت و دانشجو باید بدونن و به صورت کلی یا حالا اگر نیاز داره جزئی به اصطلاح به دانشجو بگید. دانشگاه سختگیریه، به صورت واقعی بیدانه بخوام بهتون بگم. دانشگاهی نیست که آسون بگیره. خیلی درس خوندن شما براش مهمه، نمرات شما براش مهمه، خیلی دوست داره که شما دانش آموز خوبی باشین. اینطور فکر نکنید که مثلا بخوایم بیایم حالا استادا بخوام به راحتی پاس میکنن یا هر چیزی. خیلی دوست داره، چون که دانشجوهایی که میان مثلا دانشگاه اینترنشنال وجهه یه دانشگاه هستن داخل شهرشون، داخل کشورشون، دوست دارن که هر دانشگاه به دانشگاه اینترنشنالش مینازه، حالا چه داخل رفتار روزانه چه داخل همه کارا. اونا دوست دارن خیلی نمراتتون خوب باشه، چینی بتونین خوب حرف بزنید. خیلی انتظار دارن که مثلا دوست دارن چینی شما یاد بگیرین، نه که فورس یا زور بشین، ولی دوست دارن چینی یاد بگیرین، خیلی علاقه‌مندن و رفتارتون هم خیلی براشون مهمه. میگم دانشگاهی نیست که مثلا نادیده بگیره دانشجوها رو و همینجوری به چیز خودش ول کنه بره، و دوست داره که دانشجوها کاملا پرورش پیدا کنن داخل دانشگاه. خب پس نکته منفیش سختگیریه که خودش هم میتونه یک نکته مثبت باشه، چون بالاخره پزشکی درسیه که باید به اصطلاح دود چراغ بخورید تا موفق بشید و پیروز از بیرون بیاید از داخلش. ما تماما آرمین جان برای شما آرزو موفقیت داریم. امیدواریم به اصطلاح
سریعتر شما رو در روپوش تخصص ببینیم، مثلا در اون رشته جایگاهی که دوست داری تخصصتون رو انجام بدید و ممنونم که دعوت ما رو برای ممنون که شما دعوت کردیم ما رو. سلامت کردیم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر که خیر ما از حضور شما مرخص بشیم و لایو رو به اتمام تشکر میکنم از شما. با اجازه خواهش میکنم. خیلی